امروز تحت رئیست سروزیر جمهوری توجیکستان رئیس ستاد جمهوری اوید با پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس کووید 19 قاهر رسولزاده جلسه نوبتی ستاد جمهوری اوید با پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس کووید 19 برگزار گردید. در جلسه با قرار ستاد جمهوری جهت حفظ سالمی جامعه و بخطری اهالی مخصوصاً کودکان و نورسان در مؤسسه‌های تا مکتبی، مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی و مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی شروع از روز 27 اپریل تا 10 می سال 2020 موقتا تعطیل اعلام کرده شد. همچنین طبق قرار ستاد جمهوری اوید با پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس کووید 19 با نظر داشت وضعیت مرکب اقتصادی و اجتماعی در جهان و با مقصد تحکیم امنیت آذوقه‌واری و تامین بازار استعمالی مملکت با محصولات وطنی از تاریخ 25 اپریل سال 2020 موقتا از حدود جمهوری به خارج کشور صادرات کردن همه گونه محصولات غله‌دانگی و لوبیاگی ها از قبیل ارد و گندم، شالی، برنج، نسک، نخود و ماش، تخم پرنده، کارتوشکا و همان نمود گوشت منع گردید. در اساس قرار ستاد جمهوری اوید با پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس کووید 19 همچنین در تمام قلمرو مملکت موقتا تشکیل و گذراندن همه گونه چورابینی‌های عمومی از قبیل مشورت و همایش‌ها، چورابینی‌های ورزشی، نمایش‌های کینو و تئاتر منع کرده شد. طور تاکید گردید موقتا از حدود جمهوری به خارج مملکت صادرات همه گونه محصولات غله‌دانگی و لوبیاگی ها از قبیل ارد و گندم، شالی، برنج، نسک، نخود و ماش، تخم پرنده، کارتوشکا و همه نمود گوشت منع کرده شد. این تدبیر به خاطر تامین امنیت آذوقه‌واری و فراوانی بازار استعمالی عملی کرده می شود.